در طرف ما که در طرف دست چپ ما مسجد سلطان احمد، در طرف راست ما باشه آیا صوفیا. برادران ما در درون مسجد قرار داریم. هر یک شخصیتایی که در پشت ما یا که در پرای ما میبینید که اوریان هستند، اینجا شهری توریستی است. ما نمیتونیم هر یکی اونها را بگیم که در مردم در اوچرا ایستادگی برای درون در اومدن مسجد زنها تو جایی که نکه بلوجان دیدیم در همونجا پر معلومات نویسگی ای همه ایسا در اومدن نمیتونن، برای که اونجا اخنایی کنه عورتای زنکی ایستادگی برایشون گپ میزنه، حق ندارن اینجا بگیرن. با چی خاطر شش منوره؟ به خاطری که اون وقتا در مکه شش منورگه بود، این اجازت نیست که شما در اینجا به شش منورگه بکشید. برای همه کسانی که توریست میان در دهن در اخرانیکای ایستادگیان مخصوص رومالای میتاشون که در بالای سرتون پرتوید میگه درون مسجد به رومال ندروین. در زیر کامنتر حتما بنویسین که کجا با جای هم خیلی بگیم اینترس نداره که ما برای شما پیشنهاد کنیم. همین گونه برنامه راه در سفر با سرپرستی مغازه زیارت شاپ. مرکز خدمترسانی زیارت شاپ همروزه از ساعت 9 تا 12 شب با وقت مسکو با داروها و حجامه خود در خدمت شماست. از جمله هر گونه مزها برای استخوان درد و پادرد و اینچنین داروهای ترکی برای پروستاتا، دارو برای رزاندن کرم اشکم و روغن ماهی برای روشنایی چشم. از فیرمای عربیان مید و سنمید هر نمود علفهای گیاهی با عسل آمیخته شده داروها برای بسیاری از دردها. هر گونه صابونها برای داغهای رو و دستها و اینچنین شامپونها از فیرمای تریچپ برای نریختن موی سر و اینچنین خوشبویی‌ها از دولت‌های عرب و ترکیه با نام شیخ و شیوخ. امیدوارم که به شما ان شاءالله که پسند میآید. عموما ما کوشش میکنیم که برای شما محصولات‌های بهترین را پیشکش کنیم. برای تماس بر رقم‌های باوری ان شاءالله که در تماس باشید. با خیر در امان خدا. السلام علیکم و رحمت الله. ای بچه چوکدی اکاب لوجون بابا این کجا جا گرچیدیم بو؟ آن همون جایی که خودت میخواستی، ترکیه، استانبول. ایجا دیگر یگان جو نمیپریم اکا. نه اکا سلام تاجیکانه را برای برادرو در استانبول بکو با انشالله با دوام میتیم. السلام علیکم دوستان عزیز، هواداران سامانه رحیم پروداکشن، نفرانی که جان جهانی موین وطن عزیز ما نگاه کنه که راه در سفر، یعنی ما راه در سفر میکردیم یا حتما نرسید برای راه در سفر کردیم. دوستان عزیز از همه احترامانه خواهش میکنم با صبر تا آخر برنامه تماشا کنین. امروز بهترین برنامه را منظور شما میگردونیم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هر جایی هستین تنسیت و خانواده هستین الحمدلله. امروز ما با برنامه راه در سفر که دستگیری مغازه زیارت شاپ است الحمدلله ما استانبول قرار داریم. با همه شما تنسیتی تمنا داریم و برنامه های ما را تماشا بکنید. ان شاء الله که یکی از شهری کلانترین ترکیه میباشد استانبول و تمام مردمایی که شما میبینید همه اینها توریست میباشند. یکی از بهترین شهرهای توریستی میباشد. و دوستان عزیز نگفتن همون جایی که ما همراه اکا عبدالله جان ایستادگیم در طرف ما که در طرف دست چپ ما مسجد سلطان احمد، در طرف راست ما باشه آیا صوفیا. آره دوستان عزیز امروز دو مسجدی که تاریخ 1000 ساله داره ما در برنامه راه در سفر با دستگیری مرکز خدمترسانی زیارت شاپ علم تاریخ 1000 ساله را خوی میکنیم برای شما برادران عزیز که ای فدراسیون روسیه میان ای تاجیکستان میان پر معلومات میتونیم که چقدر مبلغ صرف میکنین در ترکیه برای تماشا کردن توریستی. شاید این برنامه با منفعت شما هم شود به خاطر که هر کجایی که ما میریم چقدر از خود میشود چگونه کردن در کور و تاریخش هم کم و بیش هم باشه الحمدلله برای شما میکنیم. چی طوره که ما گفتیم دستگیری از شما پیشروی از ما. بله. بارک الله. ما را هم سفر باشیم.
бародарони азиз, ду масҷидро ки мо гуфтем таърихи ҳазорсолаша барои шумо пешниҳод мекунем. Якум сар мекунем аз масҷиди Султон Аҳмед. Султон Аҳмед. Дӯстон азиз, тӯли 5 сол буд ки масҷид маҳкам буд. Ба кадом хотир ки ремону дизайни навш кардан. имрӯз амрои ака Абдуллоҷон мо медорем дар ракат намоз мехонем, иншаалло намоз пешинам низ дар анҷа мехонем ва пра маълумот барои шумо метем ки таърихи пайдоишаш аз куҷои то куҷоро рафтагӣ буд, дар зери тасарруфи ки буд, ҳамаша пра маълумот метем. Иншаалло бародаро, фақат пайгирӣ кинен, видеоро то охира тамошо кинен. Иншаалло дар омадем ки дар намоз ки пешина ки хондем мутайяи масҷида хондем, дар ҳаққи шумо ҳам иншаалло дуоро фаромӯш намекунем. Шумо ҳам иншаалло дар ҳаққи мо дуогӯ бошед, зеро бори дига ҳам гуфтем ки дарахт аз об сабзад, одам зе дуо. Бале дӯстон азиз. دوستان عزیز و خواهران اهل اسلام، برادران ما در درون مسجد قرار داریم. هر یک شخصیتایی که در پشت ما یا که در پرای ما میبینید که اوریان هستند، اینجا شهر توریستی است. ما نمیتونیم هر یک اونها را بگیم که یک طرف ما سیومکا داریم، به خاطر که ما اجازه نشه، حق نداریم این گپا بگیم. شما هر چیزی که ما گپ میزنیم از او بگیرید و هر کاری که هر چیزی که نشون میدیم از او منفعتناک شه بگیریم. باید ما کامتی را نه جای خوب شه بگیریم. کامتی هم داره، لیکن جای خوب شه بگیریم برای خودمون، منفعت خودمون. بله برادران عزیز، راستی برای همه شخصا به خودمون هم تو جایی که کوشش میکنیم حداقل میگه برای که از مخامات مثال اوریان بسیار نفرای هستند. اینجا یک جای هست که توریست یگان کس حق نداره که نسبت یگان کس تأخیر کنه یا یگان کای پس بلند ده. با همین خاطر ما میگردیم هر یک نفری میبینین همه نمود انسان هست. فقط دست پیش بر از شما عذر میپرسیم، فقط چیزای خوبه بگیرین که راحت کنین. تمام برادران. به مسجد میریم، ان شاء الله نماز میخونیم. برادران عزیز، درون مسجد ما قرار داریم و یک چیز به سهم شما برسانم. نگاه کنید که چقدر مردم در اوچرا ایستادگی برای درون آمدن مسجد و یک چیز خوب کردگی که پول زور در همین دست سیاحایی که بسیار شد پول زور به دست میاریم برادران عزیز. با همین خاطر حاجی در اینجا ما دیدیم 6 مناره داره همین مسجد، 2 تانه 4 تانه بلکه 6 مناره. تاریخ 6 مناره داشته اکا عبدالجان برای شما گپ میزنم. سلطان احمد در دوره سلطان احمد وقتی که مسجد ساختنش آغاز کردن، پادشاه 6 مناره اجازت داد. در همون علماهای همون وقتا گفتن که با چی خاطر 6 مناره؟ به خاطر که اون وقتا در مکه 6 مناره بود، این اجازت نیست که شما در اینجا به 6 مناره بگذارید. با قاضی طرفشون همو سلطان احمد طرفشون گفت که اوه تیز خلاصه نبرارین شما، اون چیزی که من فکر کردم و اینجا 6 تا بکنین، روید با ما اینا اجازت میتیم، روید 8 مناره کنین مکه را. با این خاطر ایرا 6 تا مناره کردن، خیلی که در پشت میبینین. و مکه رفتن همون زمان در مکه با 2 مناره دیگه زیاد کردن، شیده اونجا 8 تا، اینجا 6 تا. بله دوستان عزیز، به همین خاطر بازی هست که تو 8 تا هم داره. به همین خاطر فقط خوب تماشا کنین، چیزای خوب برای خودتون گیرین. بله، بارک الله.
آقای عبدالله جان و برادران عزیز شاید یک چیز شدیم که بسیارتر دقت ما را جلب کرد در درون انمی مسجد. میدونن چیه؟ چیزی که در پس منظر ما دیدگین انمی خطی که موندگی از همه روز ایسا عورت حق نداره بدرای برادر جان عزیز. فقط مردها میدراین درکت مثال تهیه مسجد میخونن 5 وقت نمازشون ذکرشون میکنن، اما زنها تو جایی که آقای عبدالله جان دیدیم در همونجا پر معلومات نویسگی ای همه ایسا در اومدن نمیتونن، برای که اونجا اخنایی کنه عورت‌های زنکی سودگی براشون گپ میزنه حق ندارن ایجاب دارن. زنهایی که شما میبینید همه اونها مثلا توریستن اما در داخلشون مسلمان ها هم هستن. در همون پشت که شما میبینید جای مخصوص کردگیان برای نماز خواندن زنها. اونا مثلا این زنهایی که مثال گپ مسلمان نیستن و توریست هستن میبینن مثلا برای سیاحت تماشا کردن وای پیش ویا را نمیگیرن، پیش زنهای مسلمان را نمیگیرن. مثلا اونو عادل نجا کردگیان مخصوص جا اونجا زنها میدروین نماز میخونن. چه خیلی که رایج گفتن فقط در این داخل مسجد جایهای مردها عادل نه جداگانه و جایهای زنها جداگانه است. دوستان عزیز در دهن در مسجد نویسه که زنهایی که ستر دارن اجازه، زنهایی که ستر ندارن مقصد درون مسجد در اومدن منع. برای همه کسانی که توریست میان در دهن در اخرانیکای ایستادگیان مخصوص رومالای میتاشون که در بالای سرتون پرتوین میگه درون مسجد به رومال ندروین. ای از نام انمی نفرانی که متصدی در انمی مسجدن برای انمو. دوستان عزیز در نزد مسجد چیزی را میبینن شبهه نکنه که یا همه خیلی میدرون درون فلان درجه هست متصدیایی که برای همه کار مخصوص موندگیان. بله هر جایی که ما میدرویم هر یک شهر هر یک جایی که میریم به خودش یک قانون و قاعده داره. با همون خاطر این مسجد هم مقصد در آمدن ده میبینی در همونجا چگونه انسان ها مثلا زنها چگونه باید در آمدن لازم و مردها چگونه. مردها را طی شرطی اجازه دادگی نیست باید پوشن و زنها را از جمله سراشون مثلا لوچ نباشن. به همون خاطر چه خیلی که رحیم جان گفتن هم خیلی رومولچه میتین به همون طور گردنشون پیچاندن ده. هر یک جا به خودش یک قاعده و قانونی خودش داره. بله میگن شهر یک چشم اومده یک چشم تا پوش. با هم خاطر ما هم مهمونیم خانه‌دار چیز را برای ما پیشنهاد کنیم و همون چیزا و مقصد استعمال میکنیم، یعنی که قانون قاعده همون شهر ده ما زید بر اومدن نمیتونیم. بله مهم این بود که الحمدلله در اومدیم در این مسجد پیشینکمون خوندیم تایید مسجد خوندیم شکرانه میکنیم با نماز شکرانه خوندیم 2 رکعت و در حق همه شما دعا کردیم انشالله. بله یک چیز خوب مسجد برای شما پیشنهاد کنیم رفتیم. دوستان عزیز یک چیز دیگر هم دقت ما را به نهایت جلب کرد که نگاه کنین منبری که هست چقدر بلند کردگان. با کدام خاطر که مسجد کلونای وقتی که روزی که نماز میشه و روزی که نماز جمعه میشه و قاری میبرای اونجا قرائت میکنن نای منکر میکنن دیگر مردم بینن چون که قاریای کلان درجه هستن و متصدیای کلانی که هستن بسیار آوازهای شیرین دارن. الحمدلله با همین خاطر کردگان که هر یک شخص میبینن میه بینه که کی قرائت کرده است. بله امام یعنی که خطبه را برآمده در همین جا میخونن. با همین خاطر توریستا را یک چیز دیگه دقت جلب میکنه. چه خیلی که در اول ویدیو گفتیم 6 تا منبر داره 6 تا منوره داره، یعنی میبینید دقت بسیار جلب میکنه. از جمله حتی گنبد کلانی که در همه مرکز مسجد ساختگان یک گنبد کلان از بیرون چقدر دهشت آوره. باز از درون هر یک کدام در یک اتاج خانه مخصوص خچه داره. از خانه چه رفتگی گنبد کلان شدگی. بله حتما از ترکیه دیدنوار کنین به خاطر که جای خوب داره. خیلی ان شاء الله با میریم پیشنهاد میکنیم با برنامه‌های دیگه ان شاء الله دیگه جاهاش پیشنهاد میکنیم. در زیر کامنتر حتما بنویسین که کجا با جای هم خیلی بگیم اینترست داره که ما برای شما پیشنهاد کنیم. همین بله دوستان عزیز از همه احتمالاً خواهش میکنیم این انجام برنامه ما نیست و برنامه نوبتی ما پیشنهاد شما میشود. برنامه دیم ما از مسجد صوفیه خواهش میکنم آیا صوفیه خواهش میکنم که در زیر کامنتار چی معلوماتی داره نسبت انمی مسجد نویسین، چون که شاید ما یگان جدا خطا کنیم یگان گپی ما پس بره یگان گپی ما مثال برعکس باشه. التماس اعتبار نتین تا جای درکاری ما خواستیم برای شما پیشنهاد کردیم بنده به خطا نمیشه. بله کامنت رو در زیر کامنتار بنویسین زیرا ما اصلاح بکنیم. باقی در امان خدا الله نگهبانتون.